خب هستم خدمتتون با آموزش ریسل فکتوری دستگاه اسپیس 5 اولترا. ببینید دستگاه اومده قفله. اولین کاری که باید بکنی یه دونه کابلی که وصله به کامپیوتر میزنی، دقت کن دکمه پاور و فلش پایین همزمان نگه میداری، توجه کن 3 2 نگه میداری. این که اومد همچنان نگه میداری به مدت 10 ثانیه 12 ثانیه نگه میدار تا دستگاه خاموش شد. وقتی دستگاه خاموش شد دستت در جا برمی‌داری روی فلش بالا این دکمه پاور و فلش بالا رو نگه می‌داری. قلق اینجاست، قلق نه این 10 ثانیه 20 ثانیه باید تو این حالت نگرش داری، برعکس بقیه گوشه که ممکنه 5 ثانیه بره روشن شه. این دستگاه ممکنه 20 ثانیه زمان‌بر باشه. سامسونگ که اومد دکمه پاور رو بلند می‌کنی و تمام، کل پروسش همین بود و بقیه‌اش هم که دیگه می‌دونی. پایین و باید دیتا تا فیس